صهیونیست ها از کجا آمدند؟ آلمان ها مدعی بودند که نژاد برتر هستند. ایتالیایی ها به گذشته رومی خود می اندیشیدند و خود را نژاد برتر می نامیدند و یونانی ها هم به همین شکل در گذشته های خود غوطه‌ور بودند. سرب ها با همین نژاد پرستی آتش جنگ جهانی اول را در مونتنگرو مشتعل کردند و یهودی های تندرو نیز مدعی شدند نژاد برتری هستند که خداوند آنها را برگزیده است. همه اقوام قبلی قطع زمینی برای خود داشتند تا ادعا کنند قوم آنها در این قطع زمین نزد گرفتند و اما یهودیان افراطی که به دلیل جریانهای رقیب نژادی در اقلیت قرار گرفته بودند مجبور بودند ادعا کنند که قطع زمین آنها جایی در شرق دنیاست. نکته جالب این که اولا ساکنان اصلی فلسطین کنعانی هستند که اجداد همین مردم فلسطینند و نام فلسطین نام دیگری از قوم کنعان است. دوم این که یهودیان قبایلی بودند که از مصر به سوی ارض کنعان یعنی فلسطین حرکت کردند و سپس در کنار این قوم به زندگی پرداختند. و سوم این که طبق روال معمول همه ملت‌ها در طول سالیان متمادی اقوام در یکدیگر حل می‌شوند. به ویژه آنکه دو انقلاب بزرگ دینی در ارض کنعان یا فلسطین روی داد. نخست مسیحیت و دوم اسلام. چگونه ممکن است که همه اقوام ساکن فلسطین همگی مسیحی و سپس مسلمان شده باشند، اما یهودیان خود را از این همه تحولات که اتفاقاً میان اقشار عادی مردم روی داده بود برکنار بدانند و از آن تأثیری نپذیرفته باشند؟ استدلال صهیونیست ها قبل از این که استدلال باشد یک شوخی است. آنها به اخراج اجباری یهودیان از ارض کنعان در تقریباً 3000 سال قبل اشاره می کنند که اصولاً تاریخ آن را به شکل کاملاً مبهم و تنها با استناد به متون یهودی به خاطر می آورد. مهمتر این که اولاً همه یهودیان توسط بخت النصر کوچانده نشده بودند. دوم، کوچ اجباری آنها به دلیل اعتراض کنعانیان یعنی صاحبان اصلی فلسطین بود. سوم که همه تحولات مذهبی، سیاسی و اجتماعی مهم مانند ظهور مسیحیت و اسلام بین 500 تا 1000 سال پس از این رویداد اتفاق افتاد. قرائن و شواهد نشان می‌دهد مهاجرت به غرب اصولاً توسط یهودیان صورت نگرفته است و یهودیان غربی یا اشکنازی ها در اصل فرزندان اقوام یهودی شده‌ای مانند خزرها هستند که در قفقاز و شرق اروپا زندگی می کردند و تنها سفردیم ها یا یهودیان شرقی ساکن ایران و بلاد عربی می توانند ادعا کنند که روزگاری در فلسطین زندگی می کردند.